من مریم زهدی هستم. تماشای این هفته به معرفی فرزانه خوجندی از شاعران صاحب نام تاجیکستان اختصاص داره. شاعری که در آغاز دهه 80 میلادی، زمانی که در تاجیکستان نهضت‌های ملی و خودشناسی گسترش پیدا کرد، وارد عرصه ادبیات شده. در اون سالها در پی تلاش فرهنگیان و روشنفکران تاجیک، زبان تاجیکی یا همون فارسی در این جمهوری شوروی مقام رسمی گرفت. اما آغاز جنگ داخلی در اوایل دهه 90 میلادی به پیکر ادبیات تاجیک آسیب جدی وارد کرد. فرزانه خوجندی در چنین محیط و فضایی در شهر خوجند در شمال تاجیکستان قدم به عرصه گذاشت. در 3 دهه گذشته نزدیک 30 کتاب و مجموعه اشعار فرزانه در تاجیکستان و خارج از اون چاپ شده و به زبانهای زیادی هم ترجمه شده. در تماشای این هفته سهراب ضیا پای صحبت این شاعر پارسیگو نشسته. ای فصل ترش شیرین، ای فصل طلا اندود، برگو و کجا تازد برگی که فتد در رود. زردی چنارستان، سرخی انارستان هم می دهدم اندوه، هم می کندم خشنود. گل هست و هزارش کو، دل هست و شرارش کو، از زاغ نمی آید ضربی نفسی داوود. این فلسفه محزون تغییر نمی یابد، یعنی که سفر کردن از بود سوی نابود. برخیز و جهان پیما، صد عقبه جان پیما، پیغام و سلام آور ای دل، دل بی پدرود. خورشید عنایت شو، باران هدایت شو، سرلوح محبت شو، ای قبله و ای معبود. زان پیشتر که دیده جمال تو دیده بود، نقش تو در سراچه دل برگزیده بود. یعنی منظورم این است بگویم که شاید مدت و فاصله و مهلتی که ما سخن میگوییم و حرف موزون میکنیم 30 سال نباشد و روزگاری پیش از ولادت ما باشد که در سرنوشتمان شعر را و سخن را رقم کرده بودند. و مقصود من و مراد من با گفتن سخن و موزون کردن حروف و واژه این است که عشق بی نظیر و بی پایان و بی منتهای خودم را به ثانیه و سون ابراز دارم به همه اقوام عالم. عنایت خواجه‌ایوا معروف به فرزانه از کودکی به نوشتن رو آورد و چاپ اولین کتاب شعرش با نام طلوع خندریز در 23 سالگیش نام او را در زمره معروفترین و پیشروترین شاعران تاجیکستان قرار داد. این مجموعه در سال 1987 با پیشنهاد لایق شیرعلی شاعری به نام فقیدی تاجیک به نشر رسیده بود. در مجموع تا حال نزدیک 30 کتاب و مجموعه اشعار فرزانه در تاجیکستان و خارج از آن چاپ شده. نمونه های اشعارش را به زبانهای انگلیسی، آلمانی، روسی و عربی ترجمه و نشر کردند. در ایران هم 3 کتاب اشعار این بانوی شعر تاجیکستان به خط فارسی به طبع رسیده. من حرفی نگفتم که زیاد در آن ستایش ملتی من باشد، میهنی من باشد. بخواستم مطلب‌های همگانی بگویم که مردم بخوانند و در آن آینه اقوام تاجیک را هم ببینند. ای از طلوع مهر تو روشن جبین من، ای حلقه بسته در دل گوهر نگین من. سوسو بزن ز خاطره های مهین من، باران ترین من، باران تنین من، باران نگین من. در روز بازخواست
به وقت جزای من چون صف کشند جمله گناه و خطای من. چشم تو عفونامه بخواند برای من، قربان چشم تو، حیران چشم تو، پزمان چشم تو. تاجیکستان که در گذشته پاره از سرزمین ایرانی بزرگ بوده، خاستگاه زبان فارسی است و فارسی زبان مردم این کشور است. در دوران حکومت استالین بعد از تأسیس جمهوری‌های شوروی در آسیای میانه، اول خط لاتینی در سال 1929 و بعد سیریلیک در سال 1939 جایگزین خط فارسی در تاجیکستان شد. به این وسیله دولت شوروی می‌خواست تاجیک‌ها را از تاریخ و فرهنگ چند هزار ساله‌شان دور نگه دارد. با وجود چنین موانع و محدودیت‌ها، دلبستگی مردم به زبان و ادبیات و فرهنگ نیاکانشان کاسته نشد. در زمان شوروی، آثار شعرا و نویسندگان پارسی زبان همدم و همراز مردم تاجیک بود که اهل خانواده فرزانه هم از این میراث برخوردار بودند. با آن که مادرم محقق زبان و ادبیات روس بودند و با خواست خداوند و مقتضای تندی های اجتماع در یتیمخانه های اوکراین و مرداویا بزرگ شدند، وقتی به خوجند برگشتند نمیتونستند به آسانی و سهل و سبک به زبان تاجیکی صحبت کنند. اندیشه هاشان هم به روسی بود و نمیتونستند زبان آموز باشند، اما اندیشه آموز بودند. دریا شعر شاعرای روس و شاعرای جهان را میخواندند. پوشکین، لرمونتوف، تютчев، فت، یسینین، مایاکوفسکی، ناصر چخوف را زیاد میخواند، داستایفسکی، تورگنیف، همه بزرگان روس را و بزرگان عالم را. اما مادر بزرگمان شعر سعدی میخواندند، شعر فردوسی میخواندند، رباعیات خیام میخواندند، از حکیم سنایی و عطار، انوری ابیوردی، از کل شعرای ما پاره های میخواندند و تفسیر میکردند. پدرم دلبسته موسیقی و شعر و فلسفه و محبت بودند و یک نفری که همیشه حال و هوای رمانتیکی داشت، با آنکه پیوند به اجتماع و جامعه بود. هم درس فلسفه میدادند و هم درس جامعه شناسی. خواهران من یکی از من 6 سال بزرگتر، یکی دیگر 9 سال. وقتی اینو 12 ساله بودند یا 15 ساله شروع کردند به نوشتن یادنامه همه روزی و منم که 6 ساله بودم و 7 ساله همراه اینها با برداشت و تقلید از اینها از همان روزگار یادداشت دارم و اینم مدد کرد برای اندیشه کردن. یارای اندیشه داشتن و یارای افشا داشتن و روزی شد که این هذیان ها انسان های پذیرنده یافت. فرزانه یک شاعری نوگرا و نوپرداز است و اهل تقلید نیست. به گفته شعرشناسان در ادبیات نوین تاجیک او از معدود شاعران است که به شعر روحی تازه وارد کرده. آثار فرزانه شامل غزل و اشعار روایتی رمانتیک در ساختار کلاسیکی است. او همچنین اشعار با وزن آزاد ایجاد کرده، اما به قالب غزل دلبستگی زیاد دارد و کلمات فرنگی روزمره را نیز وارد غزل کرده. از کوچه قوم خسته تابوت میبرد که اندرون قالب چوبینه خفته است پیچیده در متاع سفیده. بین مردمان جامه سیاهی که چشم را در پشت تور اشک پناه کرده کیستند. شاید که گاهی هستیش او را این آدمان مور شمرده اند و ته پا نموده اند، اینک بروی دست به گورش میبرند. فرزانه از زمره شاعران است که شهرت شعر معاصر تاجیک را به بیرون از مرزهای تاجیکستان بردند. او پیش از همه شاعران پارسیگوی کلاسیک و معاصر ایران را الگو و سرمشق خود می‌داند. از شاعران معاصر تاجیک لایق شیرعلی شاعر فقید را
استاد و راهنما و تاثیرگذار در آثار خود می‌داند. پدر جان، قلب تنهایم یتیم است، دلم دل نیست، یک گوری عظیم است. دلم دل نیست، ابری هرزگرد است، در این مرداد سردی سرد است. خداوندا 40 محراب من کو، بر ریگستان صدای آب من کو. نسیم صبح پیک داد و بگذشت، سلامم را علیک داد و بگذشت. دلم را روی کف نازید و پر زد، صدایش در نیستان ها شرر زد. دریغا استادی بی نظیرم، چی گویم از بزرگیش حقیرم. چو ابرم نامه سوگی بهارم، دلم خواهد همه بارم که بارم. ندارم زهره تا گویم ودایش، قسم بر بودنی به منتهایش. نبوغ شاعری مردن ندارد، بهشت اندوه افسردن ندارد. سلام ای رفتنت میلاد دیگر، سلام اردی بهشتی تازه و تر. سلام ای کافر و ای رند و بتساز، مسلمانی ما با تو شد آغاز. سلام ای لایق امروز و فردا، سلام ای شاعر خورشید و دریا. نخست استاد من و بزرگترین استاد هدایتگر و بشارت آور من استاد لایق شیرعلی هستند که در همین حروف کم مایه ما کدام یک جذبات نهانی را کشف کردند. خود آن جذبات را من تا هنوز نمیبینم در این اشعار، و اما استاد دست دعا برداشتند و مقدمه پرلطف برای اولین دفتر اشعار ما نوشتند. به گفته برخی شعرشناسان، دید فرزانه به زندگی یک دید عرفانی است و این نکته را در اشعار او به خوبی میتوان حس کرد. لایق شیرعلی، شاعر زنده‌یاد، درباره شعر فرزانه می نویسد: فرزانه یکی از شاعران پاک نفس است. نظری تازه، نفسی تازه و دیدی تازه دارد. شعر فرزانه شعر روشن و هدایتگر به سوی خورشید پاکی و نیکویی است. اگر شعرشناسان و دوستداران شعر فارسی از فرزانه به عنوان یک شاعر توانای فارسی گو نام میبرند، ولی به نظر می رسد که ماهیت شعر او به مخاطبان آنطور که باید شناسانده نشده. ما درباره یک عناصر کوچک سخن میگوییم، اما جغرافیای مطلب ما بزرگ است و باید به آن نقب کند و باید به آن راه گشاد. یوگنی یفتوشنکو میگوید که من وقتی درباره یک گل نرگس سخن میگویم، مرادم بازگوی زیبایی آن گل نیست. مقصود من آن است که به دل انسان نظر دوزم، زیرا این گل از خاک نفری رویده است و اصلا روزگار شاید انسان هم بوده است آن خاک. یعنی هر عنصری کوچک و خرد و کم ارزش از نظر ما که به شعر وارد می شوند و در آینه تحقیق ما قرار می گیرند، بسیار وظیفه بزرگ دارند. وظیفهشان انعکاس سرشت انسان است. بهار کوتاه است، همان قدر که دیگر فرصتی تماشا نیست. قرار کوتاه است، در این دو راهه ما ایستگاه زیبا نیست. نفس چه کوتاه است، دوباره چون نفس رود پست و بالا نیست. نشاط کوتاه است، دل فسرده تفرجگه تمنا نیست. حیات کوتاه است، بجز همین دم ما هدیه تعالی نیست. بهترین است که من به حفظ خودم و حمایت خودم اصلا سخن نگویم. و خود محققان که دو قسمتند، یک قسمتشان میگن که کسی است که با ما و شما با جهان امروز با همین فضا حرف فرزانه مرتبط است
و یک قسمتشان خیال میکنند که این سروده ها حال و هوای شعر کلاسیکی را دارد و کم روح است و جان ندارد، مرده است و قدیمی است، در حالی که وقتی شیخ سعدی با ما و شما صحبت میکند گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چی بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. بگه این حرف رو بشد بگویم قدیمی، حال و هوای کلاسیک دارد، امروزی ترین شاعر است که درد ما و شما را میگوید. از این خاطر بگذار تشخیصگر این محققان باشند یا وقت باشد، برای خود ما که ماهیت ندارد، هرچی بگویند یا بپذیرم یا دست میافشانم. ستایش زندگی، عشق، طبیعت و انسان از محورهای اصلی اشعار فرزانه است. به باور سخنشناسان شعر فرزانه به قلب و روح آدمان نور و روشنی معنوی، امید و باوری به فردا می‌دهد. اشعارش بیشتر عاطفی و احساسی است، اما همزمان به واقعیت‌های اجتماعی هم پرداخته. خودی او میگوید تا جهان و شعر و خواننده شعر هست، از این جان و روح شاعر به گفتن شعر نو تحریک می شود. یک حکایت کوتاه خوانم که پابلو نرودا در زمان زندگی استالین شعر گفته بود راجع به شهامت و بزرگی داهی زحمتکشان استالین و مرحله گذشت و افشا شد که خیلی تقصیرهای بود در سبک راهبری استالین. بعدا پابلو نرودا شعر دوم در طعن استالین گفته بود هر قدم سیاست تغییر می‌یابد و آینه هست که تصویرها در آن زود عوض می‌شوند و اما آینه هست که تصویر در آن همیشه یک گونه می‌ماند، عوض ناشدنی است، ماندنی و جاودانی است. مثلا تصویر محبت در روزگار زردشت هم چنین بوده، در روزگار آدمشوار و رودکی هم چنین بود، در روزگار ما و شما هم همان دل و همان محبت و همان برخورد با آدم و عالم. یعنی با آنکه حادثه های اجتماع در سخنهای ما منعکس شدن، بیشترین کار ما به آن اختصاص داده می شود که راجع به مفاهیم ابدی بیاندیشیم. زنده ام را بخورد خاماخام، مرده ام را نمی دهد آرام، ذکر عیب مرا هزاران سال نو به نو می دهد دوام دوام. من به ادا درود می گویم در بهار پرستوانه من، به طوافت رود ترانه من، عشق را برگرفته بر دوشم، به سراغ تو یگانه من پویا درود می گویم، به تماشا درود می گویم، به تمنا درود می گویم، موج بر موج تا دلم زده نیست، پست و بالا درود می گویم، مثل دریا درود می گویم. قرضم از آفتاب یک شرر است، قرضم از چشم دوست یک نظر است، در لب روزهای آینده به من و تو هزار خوش خبر است، من به فردا درود می گویم. جنگ بسیار دوست داشتنی است، با آنکه بعضا در کودکی در نظرم شهر محقر می نمود، با عمارت های کوتاه قد، بعضا نمود خاکستری می گرفت و اما با گذشت سال من می بینم که همیشه بزرگتر، همیشه مجلاتر، همیشه شکوهمندتر می شود و روحش هم بسیار بزرگ است و انسانهایش بسیار با نجابتند. خوجند مرکزی استان سغد تاجیکستان، شهر قدیمی در کنار رود سیحون یا همان سیردریا، شهری که در تاریخ و ادبیات فارسی یکی از مراکز علمی و فرهنگی بوده است. کمال‌الدین مسعود خوجندی معروف به شیخ کمال از شاعران و عارفان پارسیگوی قرن هشتم هجری
که در تبریز ایران مدفون است زاده خوجند است. ماه دسامبر سال 2014 فرزانه خوجندی و گروهی از فرهنگیان تاجیک به رهبری استاندار سوخت به ایران سفر کردند و مشتی از خاک تربت این شاعر و عارف را از تبریز به خوجند آوردند و در آرامگاه نمادینش در باغ کمال خوجندی گذاشتند. این باغ بخشی از مجموعه تاریخی و فرهنگی قلعه خوجند است. این ایده و آرمان رئیس ولایت ما بود که بروند و خاک را به خوجند بیارند و با بهانه همین خاک ارجمند یک باغ بزرگ بنیاد شود و زیارتگاه عمارت شود که برای مردم هم تفریحگاه باشد و هم جای آموزش و هم ادبستان بزرگ. و ما هم در همین کوکبه بودیم. اما خود کمال میگه که خاک خوجند را که ز شیراز کم نهند، آرد به روزگار تو آب بروی کار. فضیلت و وصف جمال خوجند خیلی زیاد است و اما ما و شما آدم های گرفتاری زیبایی و جذبات یک محل نیستیم، چون ما و شما از مکتب مولانا یک کندک سبق برداشتیم که میگوید نه از تحتم نه از فوقم، نه از بالا نه از پایان، نه از یمنم نه از یسرم. یعنی که همه جای عالم برای ما دوست داشتنی است و اما پایتخت این محبت برای من باز هم خوجند است. سرزمین اطلسی و آهریم، پرچم شکرم، پیام خاوریم، میدهی درسی مقامات دریم. تاجیکستان سبز مرزی گلسرشتم، نامه خورشید مهری سرنوشتم. دردها را چاره کن با کیمیایی، دشمنی را پاره کن با آشنایی. هم قدم با پیشتازان جهان شو، به فسانه کوه سیمرغ آشیان شو. تاجیکستان سبز مرزی گلسرشتم، نامه خورشید مهری سرنوشتم. کوه ما را پرتو خورشیدی توست، روح ما را فره جمشیدی توست. در دل ما فصل ایدا ایدی توست. تاجیکستان سبز مرزی گلسرشتم، نامه خورشید مهری سرنوشتم. خله آنجاست در واپس مانده است، در روزگار حافظ و مولانا و سعدی مانده است، در روزگار ابوالمعانی به دل مانده است. و ما چه تازه‌کاری های میتوانیم الان بکنیم. اما خیال میکنم که مردم تاجیک آدم های معمولی حتی بدون شعر نمیتوانند نفس کشند. مردم غرب میتوانند، مردم شرق و خاصه ملت تاجیک حالا هنوز نمیتواند بدون شعر زندگی کند. شعر برایش قوت جان است، شعر برایش غذای همه روزی است، شعر برایش مایه یا جان مایه محبت هاست. حرفهای دلش را، دردهایش را، سوگهای جانش را، سورهای روانش را نمیتواند بدون شعر و سخن موزون بیان بخشد. درود ای قاصد فردا، شبت خوش باد و روزت خوش. نوین شای و ناافشا، شبت خوش باد و روزت خوش. ودا ای رفته شیرین، شبت خوش بود و روزت خوش. درود آینده زیبا، شبت خوش باد و روزت خوش. چه می رقصی درونی خانقاه سینه روز و شب، دل دل سالکی تنها. شبت خوش باد و روزت خوش. اگرچه زیر دست توست، نتوانی چشید آخر از این قند و از آن حلوا. شبت خوش باد و روزت خوش. الا انسان
دفتری بسته بر روی خود برای خود، تو کی وا می شوی کی وا؟ شبت خوش باد و روزت خوش. محبت نامه های من به عنوان بنی آدم در آن بالا بشد امضا. شبت خوش باد و روزت خوش. رسیدیم به پایان برنامه این هفته. تماشا رو میتونید روی وبسایت BBC فارسی هم نگاه کنید. از طریق صفحه تماشا در فیسبوک میتونید با ما در تماس باشید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما مطرح بکنید. در صفحه یوتیوب ما هم میتونید گزارش‌های قبلی برنامه تماشا رو ببینید. تا هفته بعد، خدا نگهدار.